وای حسین قد قتل، وای حسین قد قتل. میلیون ها جمعیت رد میشن از همه جای عراق، میان از اونجا رد میشن. وارد اونجا شدیم، یه وقت دیدیم این که خلوت شد، این طرف جنگل اون طرف جنگل، وسط هم یه خیابان خاکی است. دیدم خلوت شد خلوت شد خلوت شد، دیدم دیگه آدما رو نمیبینم، خلوت خلوت شد. همینطور که واسه دیدم که از این طرف راست من مرغایی می آمد از گنجش یک خورده بزرگتر بود، خاکستری رنگ، جمعیت زیاد این مرغا، شاید اینکه صدها بلکه هزارها، که انه صدای اونها الان به گوش من میرسه، که انه به چشمم داره اونها رو میبینم. اینها از زیر این بوتا میان بیرون، میجن میان تو خیابان. فارسی فصیح ترین لغت، عربی همینطور. به قدری عربی قشنگ میگفتن به فارسی، یک عده می آمدن اینا دفتک می زدن، وای حسین کشته شد. عجب. مرغایی بودن عرض کرده که از گنجش یه خود بزرگتر بودن. وای حسین کشته شد. خیلی با مخرج ادا می کردن. همینطور وای حسین کشته شد میرفت. اینا رو همه به چشم خود به چشم خودم میرفت. بعد از اینا می آمدم، وای حسین قد قتل، وای حسین قد قتل، به فصاحت خیلی قشنگ. عجب. خدا شاهد است به این فصاحت فارسی و عربی نشنیده که الان هم میشنیدم. جلو می آمدم، وای حسین کشته شد. اونا می آمدن بعد از وای حسین قد قتل، مثل سیل میرم. حالا من دست بچه‌مو گرفتم، دیگه جمعیتی یه نفرم نمیبینم. اینا همینطور میان از این بوتا رد میشن میرن زیر اون بوتا. انقدر وای حسین کشته شد، وای حسین قد قتل گفتن تا آفتاب غروب کرد. وای حسین قد قتل، وای حسین قد قتل. هو بالعربي؟ بالعربي. أنا ثقافتي ألمانية. وای حسین کشته شد، وای حسین کشته شد.